بچه تموم شه و برگردم پیش همسر نازنینم. دلم برای تنگ شده. بابا برگردم سر کار، دوست دارم میزن، خیلی دلم برای تنگ میشه. بهت 1000 تا بوس از دور میفرستم. خداحافظ عزیزم. ایتن، تو درست میگفتی. من به دروغ گفتم، من نباید، ولی همه چیزی که میتونستم بهت بگم همین بود. دور بمون. سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل ما. این ویدیو قرار داستان بازی رزیدنت اویل 7 رو برای شما توضیح بدیم. بزنید بریم سراغ این ویدیو. داستان از اونجایی شروع میشه که ما به عنوان شخصیت اصلی با اسم ایتن به صورت کاملا رندوم یه مسیج از طرف همسر خودمون به اسم میا که 3 ساله داریم واسش زجه میزنیم دریافت میکنیم و میفهمیم که زنده است. عجیبا غریبا. آقا ما هم که زنزلیل دو عالم بارو بندی رو جمع میکنیم و میریم دنبال همسر عزیزمون. اونم کجا؟ توی یه مزرعه دورافتاده واقع در لوئیزیانا. بعد از یکم گشتن و پیدا کردن گواهینامه سوخته همسرمون میرسیم به یه خونه‌ای که معلومه خیلی وقت کسی توی زندگی نمیکنه. میریم توی خونه و کلی پازل حل میکنیم تا میرسیم به یه زیرزمین. یکم که تو این زیرزمین میچرخیم یهو میا کاملا رندوم روی تخت اسپام میشه. ما هم بیدارش میکنیم و متوجه میشیم که کلا اعصابش پریوده و بعد از یکم صحبت کردن میبینیم که بله میا زده به سرش و پوسیخل شده به ما حمله میکنه. ما هم که دست بزن نداریم آره بابا دست بزن چیه؟ میرسیم به یه تلفن که داره زنگ میخوره و با خونسردی کامل و حالت نخوندم طور گوشی رو جواب میدیم. الو، سامان خودتی؟ در حین تماس یه خانم به اسم زویی داره با ما صحبت میکنه و یکم در مورد وضعیتی که توش قرار داریم به ما توضیح میده. بعد یکم خوشو بش کردن با این بانوی جذاب میا که از حسادت داره میترکه دوباره پریود میشه و به ما حمله میکنه و میزنه دستمون رو مثل کره میبره. اما اصلا نگران نباشین چون دست ایتن مجهز به قدرت کف دستیه و فقط کافیه که دستش قطع بشه شما به مقداری دواگلی نیاز پیدا میکنید که روی مکان قطع شده بریزین و دستشو مثل چسب سوسود به جای اول متصل بکنید و اینطوری پشمای علوم پزشکی و فیزیوتراپی و فیزیولوژی همه چی رو با هم به تخم چپ چشمتون بگیرید. بعد اینکه دستمون قطع میشه یه نفر با هیکل بابا بزرگتر به اسم جک بیکر میاد و میزنه و جفتمون رو شلاپل میکنه و ما بیهوش میشیم. بی خیال الان نمیر، تازه میخواستیم اخفالت کنیم. من کدوم گوریم؟ بگیرش. برق شما هم قطع کردن؟ گناه خوب فرزندم، فقط غذا بخور غذا. شما از گشت ارشاد اومدی؟ گرفتین؟ به خدا من پسرم فقط موام بلنده. فقط کوفت کن. تازه شلوارکم پام آخه نیست. مسخال مفنگی اگه اینطوری بود الان مرده بودی. نکن، مهمون حبیب خداست. خودم ناموسن گو خودم دارم بکش میمیرم. کنار، ضعیفه. اوه هنوز غذاتو نخوردی؟ باید اینو بخوریش. غذا رو میگم. بیا اینجا کوچولو بگو بعد از یه مدت به خودمون میایم و میبینیم که به صندلی شکنجه بسته شدیم و به یه مهمونی دعوت شدیم که با حضور افتخاری اعضای خانواده جک که به ترتیب میشن همسرش مارگارت، پسرش لوکاس، مادر بزرگ کریپیشون که جلوتر با اون خیلی کارا داریم و جالبتر از همه اینه که دست ما دوباره با منگنه به بدنمون پیوند خورده و مثل ساعت داره کار میکنه و میگه داداش تا تهش باهاتم. وقتی داشتن غذا که نه کثافت بگیم بهتره میخوردن، یکم بحث بین خانواده بالا میگیره و ما هم که اصلا فضول نیستیم بحث خانوادگی مردم گوش بدیم، پس میزنیم به چاک. بعد از فرار کردن میرسیم به یه پارکینگ و یه پلیس رو میبینیم که برای گشتنی اومده. تا میخوایم سلام احوال پرسی کنیم جک میاد سر پلیس قصه ما رو مثل هندونه دونیم میکنه. ما هم که فاز جانویک گرفتیم چند تا گوله از تفنگ پلیس رو سر جک خالی میکنیم و با ماشین میکوبیمش به میله هایی که توی پارکینگ بودن و کلی آتش بازی را میندازیم و جک پخش زمین میشه.
در نهایت یه نردبون پیدا میکنیم تا میخوایم بریم ازش بالا، دوباره جک میاد، این بار گلوله تو مغزش خالی میکنیم. فقط نمیدونم گلوله های ما شاید مشقی یا ترقه چیزی باشن که یارو نمیمیره. ولی سوال من اینه، به نظرتون جک مرده؟ نه خیر. بعد از یکم گشتن توی خونه یه نوار از میا پیدا میکنیم که میگه و متوجه میشیم که مارگارت اونو گرفته و دوباره در یک حرکت کاملا ناگهانی توسط جک سورپرایز میشیم و بعد از ریدن به اعصابش و پاره کردن همدیگه با اره برقی به معنی واقعی کلمه جک رو نصف میکنیم. به نظرتون جک مرده؟ چرا نمیمیری کثافت؟ چرا نمیمیری؟ تموم شد دیگه. آقا ما به مسیر خودمون ادامه میدیم که دوباره تلفن زنگ میخوره و میبینیم که زویی دلتنگ ماست. خلاصه با همون احوال پرسی میکنه، ما هم ازش میپرسیم که آبجی من اصلا تو رو نمیشناسم، شما دنبال چی هستی خانم زویی؟ زویی هم میگه دشواره نداره اینجا. به راستی که من فرزند جک هستم و آمده ام تو و بانوی زیبایت را از این مشکل وارهانم. خب چجوری قراره این کار انجام بدی؟ من میتوانم با داشتن 2 چیز درمان این بیماری را تهیه نمایم. ما میگیم اوکی، بریم دنبال چیزایی که لازمه. همینجوری داریم دنبال میا و اون خرت و پرتا میگردیم که بانو مارگارت وارد صحنه میشه و بعد از یه فایت ساده میتونیم بندازیمش توی یه چاله و به راهمون ادامه بدیم. اما کلیدی که برای باز کردن در لازمه دست حاج خانم بوده و مجبوریم برگردیم پیشش و همونطور که انتظار داریم اونجا نیستش. بعد اینکه یکم به راه ادامه میدیم میبینیم که حاج خانم تبدیل به اسپایدر وومن شده و حالا هم قصد مردن نداره، که البته حدس میزنم یه رگشو از جنتی گرفته باشه. ولی کیه که به خواستای این بند خدا اهمیت بده؟ بعد اینکه اسپایدر وومن قصه تبدیل به خاکستر میشه، ما دوباره با کلید برمیگردیم تا در رو باز کنیم. توی مسیر برگشت تلفن زنگ میخوره. با خودمون میگیم که حتما زویی دوباره دلش برامون تنگ شده و میخواد با همون حرف بزنه، اما همچین خبری نیست. تلفن رو برمی‌داریم و می‌بینیم که بله، داداش زویی یعنی لوکاس غیرتی شده و هم خواهر خودش و هم زن ما رو توی اتاق حبس کرده و ما باید برای رسیدن به اون اتاق کلی معما حل کنیم. ما هم که آماده به خدمت میریم و برای حل معماها سرویس میشیم و میرسیم به اتاق. البته اینم بگم که لوکاس از دست ما فرار میکنه. ما هم خانم بچه‌ها رو آزاد میکنیم و وسایل مورد نیاز برای ساخت سرم رو میدیم به زویی. و درست وقتی که سرم ها رو از زویی گرفتیم، دوباره آقای جک با یه فرم عجیب و چندش میاد و به ما میگه کجا با این عجله؟ شما تشریف داشته باشید. ما هم میگیم دمت گرم داداش، صرف شده. و بعد از بگاج دادن 10-12 تا چشمی که جک برای خودش دست و پا کرده بود، با یکی از سرم هایی که زویی درست کرده جک رو تبدیل به خاکستر میکنیم. به خدا این بار دیگه نمرده باشه. آی همین میکروفونا بکنم تو. حالا ما موندیم و زویی و میا و یه سرم. الان ما باید انتخاب کنیم که کدومو نجات میدیم، زویی یا میا. اگه زویی رو انتخاب کنیم و باهاش سوار قایق بشیم، بعد از چند دقیقه به دلایل نامعلومی تبدیل به خاکستر میشه. به خانواده‌اش رفته دیگه. بله، تو این انتخاب شما دک میشید. البته بازم دک میشیم، ولی خب نمیخوام اسپویل بشین چون یه ویدیو جداگانه واسه خودش داره. بعد از چند دقیقه حرکت توی آب و دیدن کشتی که میا باهاش اومده بود اینجا، یه چیزای عجیبی از آب میان بیرون و ما بیهوش میشیم و به عنوان میا کنار کشتی به هوش میاییم و ایتن رو میبینیم که توسط همون چیزای عجیب به داخل کشتی کشیده میشه. ما هم دل به دریا میزنیم و وارد کشتی میشیم که ایتن رو نجات بدیم. همینجور که داریم دنبالش میگردیم، کم کم خاطرات گذشته برامون زنده میشه و میفهمیم که همه اینا تقصیر یه دختر به اسم اویلین هستش که مورد آزمایش قرار گرفته بوده و آزمایش هم موفقیت آمیز نبوده و کشتی به میره. بعد از گشتن و پیدا کردن ایتن اونو نجاتش میدیم. وقتی که میا دوباره کنترل ذهنشو به دست میگیره، میگه که باید یه سرم بسازی و بزنی به اویلین. ما هم این کارو انجام میدیم و بعد از پارگی‌های فراوان سرم رو میزنیم به دختر بچه و جالبه قضیه اینجاست که دختر بچه در اصل همون پیرزنه بوده و خلاصه فقط دنبال یه خانواده بوده که باهاشون در آرامش زندگی کنه. و چون ما این اجازه رو بهش نمیدیم، اعصابش خراب میشه و یه هیولای کت کلوف میشه و میگه وای به حالت اگه گیرم بیافتی. در همین حین که ما داریم باهاش مبارزه میکنیم، تیم نظامی از راه میرسه و با کمکشون میتونیم اویلین رو شکست بدیم. اینجا عمو کریس. خب کریس دیگه. نه جانم، اون یه چیز دیگه است. کریس درسته. همینی که این میگه رو میبینیم که اومده ما رو از این خراب شده ببره. ما هم دست زنمون رو میگیریم و بدو که رفتی. فکر میکنید داستان تموم شده؟ نه، رزیدنت ایول ویلیج ادامه همین داستانه.
و اگه همت‌های این ویدیو بره بالا حتما براتون ویدیوشو میسازیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه ها. شو بخیر. محمد حالا به نظرت جک واقعا مرده؟ نمیدونم.